ظلم اینا همه مصادیق ظلمه. کوچیکشو نگاه نکن، کوچیک ظلمم بازم بزرگیه، فرقی نمیکن. آقا کجایی؟ میام بیرونم، بیا کارت دارم. یه اتفاقی افتاده. حالا این مرد بیچاره ضربان قلبش، این خانوم با ما چی کار داره؟ این تا شب که بره خونه همش چیه؟ استرس داره، استراب داره. اسلام عزیز میگه این کارم نکن. خب اگه مثلا میگه آقا جو مثلا من خونم رو گذاشتم واسه فروش، مشتری گیر اومده، مستقیم بهش بگو سلام علیکم، زنگ زدم میخواستم بگم مشتری گیر اومده، امروز اومدن خونه رو ببینن، زودتر بیا خونه، کارت دارم. با نیش و کنایه حرف نزن با شوهرت و بالعکس شوهرم نسبت بزنش. از همه نوع مصادیق ظلم باید بپرهیزیم. آقا ظلم یک گناهی که خدا تو همین دنیا جواب میده. چرا؟ خصوصا ظلم به اون کسی که هیچ یار و یاوری ندارد جز خدا خیلی مهمه. از اون باید بیشتر بترسی، از اون باید بیشتر بترسی. ظلم ستیزی و همیشه به داد مظلوم باشی. چه دینی داره؟ به من چه؟ انسان هست یا نیست؟ بعضی هستن تو این جنگ غزه، همین جنگ 40-50 روزه، گفت اینا که ما چی کار داریم آخه؟ سرمون تو لاک خودمون باشه. این مخالف عقیده اسلامه، مخالف عقیده اسلامه. مظلوم که هستن، آدم که هستند، حداقل کاری نمیتونیم براشون انجام بدیم در دفاع. هزینه که میتونیم بکنیم، داد که میتونیم بزنیم، فریاد که میتونیم بزنیم. ظلم ستیزی. ما این رویه رو از کجا داریم؟ از حادثه عاشورا. خیلی مهم. خب من 4 تا علت رو خدمتتون عرض کردم. یکی همین حضورتو عرض بکنم، تعظیم شعائر الهی بود، افزایش محبت اهل بیت، فضیلت پذیری و درس گرفتن، و 4م ظلم ستیزی. البته من تا 15 تا رو نوشتم، شاید علل دیگه هم به ذهن شما عزیزان باشد و حضورتون عرض بکنم که حالا ما به همین بسنده میکنیم، چون میخوام یه بحثی در خلال این بحث آغاز بکنیم. اول بحث اولین شبم این بود که گفتیم که هر عملی روز قیامت که به صحرای محشر میاد 3 تا سوال درش وجود داره. اول این که برای چه کسی این کار رو انجام دادی، دوم برای چه چیزی انجام دادی، و سوم چطوری انجام دادی. برای چه ما از عاشورا تجلیل میکنیم؟ به 4 جهت که بیان شد. برای چه کسی؟ برای خدا. چرا برای خدا؟ چون امام حسین هم خودشو فدای خدا کرد. حالا سوال اینجا مطرحه، حاج آقا ما چجوری تجلیل و تکریم کنیم از عاشورا و امام حسین؟ یعنی چطوری تکریم کنیم؟ چند تا جهت به ذهن قاصرم رسیده. اول این که همین مجلسی گرفتن ها، همین دور هم نشستن ها. بالاخره تو این مجالس آیه خوانده میشه، حدیث خوانده میشه، شعر خوانده میشه، روزه خوانده میشه. همین خودش یکی از مصادیق تجلیل از
چی آقا؟ حادثه عاشوراست. امام باقر علیه السلام در منی زمینی رو وقف کردند و فرمودند تا 10 سال در این زمین در منی روزه جدم امام حسین علیه السلام برگزار بشه. دعبل خزایی می اومد خدمت امام رضا علیه السلام. دعبل من دیوانشو دارم، خیلی واقعا شعرهای عجیبی در دیوانش وجود داره. حضورتون عرض بکنم امام رضا علیه السلام هم خیلی به دعبل علاقه داشت. هر موقع دعبل که خدمت امام که میرسی، امام رضا میفرمود که دعبل شعری در مصیبت جدم امام حسین بخون. دعبل میخون، امام حسین گریه میکرد. اولین مجلس و واسه سرور و سالار شهیدان خانوم زینب سلام الله علیها در قتلگاه گرفت. امام رضا علیه السلام جلسه میگرفت. حضرت حالا مثلا زمان امام سجاد علیه السلام نه، جلسات فردی بود چون خفقان حاکم بود. اما زمان امام صادق علیه السلام این جلسات علنی شد. زمان امام رضا علیه السلام بعضن اون مجالسی که میزبانش امام رضا علیه السلام بود خود مأمون ملعون هم شرکت میکرد. فلذا این سیره‌ای که الان من و شما دور هم نشستیم سیاهی زدیم و در مصیبت امام حسین علیه السلام به سوگ نشستیم، اینا همه برگرفته از حضرت الگوش، برگرفته از اهل بیت عصمت و طهارت. این یکی از شیوه های تکریم و تجلیل از امام حسین علیه السلام و حادثه عاشوراست. دوم، زیارت امام حسین. زیارت یه زمانی، خب زمان حضرتو عرض بکنم که صدام کافر خب ممنوع بود، راهها بسته بود، اذیت میکردن. الان که الحمدلله راهها بازه، خدا انشالله این شر این دشمنان اسلام، این داعشی هم از سرزمین اسلامی انشالله حضورتون عرض بکنم شرشون به خودشون برگرد و خلاصه اونجا خیلی خون مظلوم ریخته میشه. یکی زیارت امام حسین علیه السلام، خیلی آقا تأکید شده بهش. من توی یه حدیثی خوندم خیلی تعجب شد برام و اون این که نوشته بود، یادم نیست حدیث رو عیناً بخوام خدمتتون نقل کنم، تو اون حدیث بود که هر کسی که در طول عمرش تا موقعی که زنده است زیارت امام حسین علیه السلام مشرف بشه، این فرد عاقبت به خیر خواهد مرد. یعنی چنین فردی هیچ وقت عاقبت به شر نخواهد شد. زیارت امام حسین. حاج آقا جون اونجا در خطره، باش. هزینه داره، باش. اذیت میشیم، باش. گفتن آقا کربلا نباید خالی بشه. کربلا دشمنم همینه میخواد. واسه همین تو محرم ها خیلی زوم کرده. تو اربعین که از نجف تا کربلا پیاده روی میکنن زوم کرده. یه کاری بکنن شیعیان بترسن، بگن بریم جونمون در خطر، کربلا رو خالی کنن. و الحمدلله هم هیچ وقت به این حضورتون عرض بکنم که نیت شومشون نرسیدن و نخواهند رسید. زیارت امام حسین علیه السلام. معاویت ابن وهب، خیلی جالب این حدیث، گوش کنید. معاویت ابن وهب میگوید خدمت امام صادق رسیدم، دیدم امام در سجده است، گریه میکند و دعا میکند. گوش کردم دیدم برای چی داره دعا میکنه. دیدم داره دعا میکنه برای زوار قبر امام حسین علیه السلام. چی میفرمایند؟ میفرمایند که یه عربیشو نمیگم، خدا اگر اینا پول دادن به آنها برگردون.
اگه سختی کشیدن در راه زیارت جدم حسین ابن علی علیهم السلام، به آنها آنی و یسر عطا کن. اگه مریض شدن در این راه و برگشتن، خدایا به آنها شفا عنایت بفرما. و هر آنچه در این راه سختی و مریضی کشیدن، خدایا به کلی به آنها آسانی عطا کن. خب میگه آنقدر امام صادق علیه السلام این جملات رو تکرار میکردن و گریه میکردن. وقتی که امام سر از سجده بلند کردن، تمام محاسن مبارکشون خیس شده بود. خیلی مهمه. یعنی امام معصوم علیه السلام واسه زوار قبر امام حسین علیه السلام دعا کردن برای سلامتیشون.